رستم امامعلی شهردار دوشنبه در کانال رسمیش در شبکه تلگرام خبر داد که روز 15 اپریل سال 2024 در 37 ساختار مختلف مقامات اجرایی حکومت دولتی پایتخت تاجیکستان تغییرات کادری انجام داده است. در کانال رستم امامعلی و سامانه رسمی شهرداری دوشنبه درباره تغییرات کادری صورت گرفته رسما یگان تفصیلات ندادند، ولی به نشریه‌های محلی میسر شده است که درباره این تغییرات کادری برخی جزئیات را به دست بیارند. از جمله پریس تیجی خبر داد که رجب علی باباخانزاده به جای شاهزاد رحیمزاده سردار ریاست جوانان و ورزش شهر دوشنبه تعیین شده است. باباخانزاده 30 سال و 2 فرزند داشته تا کنون به حیث یاردمچی پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و از آن قبل چندین سال در دانشگاه ملی از جمله به حیث معاون دکان رشته اقتصاد و منیجمنت، معاون رکتور، عاید به تعلیم و یاردمچی رکتور فعالیت داشته است. سامانه اویلا با تکیه به منابع خود خبر داد که محمد علی حبیبزاده سردار ریاست فرهنگ پایتخت تعیین شد. او در این مقام نورعلی شایان را عوض کرد. دلربا اشورова به جای زرینه ظهورزاده سردار ریاست کار با زنان و عائله شهر دوشنبه تعیین شد. او قبلا معاون رئیس کمیته اجرایی حزب حاکم خلق دموکراتی در پایتخت بود. با قرار دیگر جهانگیر سعدیزاده مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر دوشنبه تعیین گردید. او قبلا مدیر کافدرای حقوق انسان و حقوق شناسی مقایسوی فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. همزمان دولتزاده سردار ریاست سرمایه گذاری و اداره مال و ملک دولتی شهرداری دوشنبه و دلشاد جمشید مدیر شعبه سیاحی تعیین شد. دلشاد جمشید در این مقام کامران ظفرزاده را عوض کرد. همچنین معاونان رئیس نویه اسماعیل سامانی، فردوسی و سینای پایتخت، اینچنین رهبران باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر از حساب کادرهای جوان تعیین گردیدند. یادآور می‌شویم روز 15 اپریل با فرمانهای پرزیدنت بلال ابراهیم با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نویه شاه منصور شهر دوشنبه برکنار و به جای او عالمزاده سفر اجرا کننده وظیفه رئیس این نویه پایتخت تعیین شد. درباره به کدام کار دیگر گذاشتن بلال ابراهیم یگان معلومات داده نشده است. رستم امامعلی پسر کلانه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 36 سال داشته از ماه ینور سال 2017 اینک بیش از 7 سال باز شهردار دوشنبه پایتخت و بزرگترین شهر جمهوری است. او سال 2020 همزمان رئیس مجلس ملی نیز انتخاب شد و به عنوان رهبر مجلس بالای پارلمان رسما رهبر دوم جمهوری به شمار می رود. رستم امامعلی را یک وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش می شمارند. امامعلی رحمان که 71 سال دارد از نوامبر سال 1992 اینک بیش از 31 سال باز بر تاجیکستان رهبری می کند. در جامعه تاجیکستان بسیاری ها امیدوارند که رستم امامعلی در صورت رسیدن به کرسی پرزیدنتی مثل پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف در سیاست داخلیش راه اصلاحات را پیش می گیرد.